من یه اشتباهی کردم. حواسم پرت شربت آبلیمو شد. قرارمون رو یادم رفت. جلوی فامیلای دامادمون خجالت زدت کردم دخترم. مامان ولی به من میگن حسنا. از دلشون در میارم. ببین حسنا باز شروع کردی. یه دقیقه صبر کن بهاءالدین. یه دقیقه. اشتباه من بوده. درست کردنش هم کار منه. توپ دست منه. لباس، غذا، همه چی. مامان وقتی داری اینطوری میگی من بیشتر میترسم. برعکس همه چی عالی میشه. اگه لازم باشه از فامیلامون معذرت خواهی میکنم، ولی هیچی کم نمیذارم. این خط این نشون. بهت قول میدم. ایول ماما. آفرین حسنا. ممنونم عارفه. توپ دست منه. راست میگه دیگه. بخورید دیگه. بخور دخترم. کم نمیذارم. میان یارن جان، ناراحت نباش. من کسی رو نمیشناسم که. باشه خب، تو بازم دعوتشون کن. دعوت میکنم ولی چی؟ هیچ کدومشون دوست من نیستن. یارن جان، باشن یا نباشن چه فرقی میکنه؟ برگرد ببینم. عزیزم، امروز روز تولدته. میتونی از صفر شروع کنی. یکم دیگه هم کیکت میاد، دوستات میاد. امروز بهترین جشن تولدی که تا حالا داشتی میشه. بخند. آبجی. این دیگه چی؟ باز کن ببینم. یونس، این ماشین مورد علاقت نبود؟ مامان این چرخش خرابه. ببین دخترم، داداشت به فکرت بوده. تولدت مبارک. آخ عزیزم، مامان قربونت بره. حالا هم دیگر رو بغل کنی. وای چقدر خوب شد شما رو به دنیا آوردم. داداش جیوان. وایسا خوشی. سب کن پسرم، ولش کن دیگه. چیزی نیست، اشکالی نداره. شاهزاده خانم، بگیر ببینم. تولدت مبارک. ممنون داداش جیوان. ببینم خوشت میاد یا نه. منم همسن تو بودم این کتابو خوندم. ممنون. خیلی ممنونم. میگی دیگه جیلان جان، مگه چی میشه؟ چی میخوام بگم خب میگی نمیتونم این کارو بکنم. میگی بابام نذاشت برم یاد بگیرم. دانشگاهم رفتم یاد نگرفتم. خرس گنده هم شدم باز یاد نگرفتم. فردا میخوایم چی کار کنیم ها؟ آبجی حالا تایلان هیچی، مامان باباش چی؟ باشون حرف میزنی؟ نه پس باید بسپریش به مامان. آبجی اون درستش میکنه. توپ دست اون قسم خورد. مهمونای عزیزم، همشریای ارزشمند عینی و برادرای آنتپیم، خیلی خوش اومدیم. عرضم به حضور شما این که ما عزیزم، این الان شبیه سخنرانی انتخابات شده. امروز اینجا به مناسبت مراسم نامزدی دخترم مراسم جیلان و پسرم تایلان جیلان. یه جا جمع شدیم و جشن نامزدی. بهاءالدین اینجوری بهتره. دخالت نکن اصلا. ببین من تو راهنمایی ترکیب کلماتم خیلی خوب بود. جشن نامزدی این عبارت درسته. بفرمایید. ماما دخترم بابا داره سخنرانی موقع حلقه انداختن رو تمرین چی؟ میکنه. موقع بریدن ربار میخوایم سخنرانی کنیم. بگو بهاءالدین. مامان یه دقیقه وقت داری؟ تو برو حرف بزن عزیزم. بهاءالدین من تمرین میکنم، تو برو حرف تو بزن بابا. جشن نامزدی.
همشهریای ارزشمند بنده عینیا و برادرای قاضی آنتپیم، وزیر محترم، مهمانان گرامی و مهمونای عزیزمون که از خارج از کشور یادت نره از آقای وزیر تشکر کنی. نمیره، یادداشت تو دستمه. تایلان پسرم، تو به نامزدت گفتی دیگه نه؟ این دفعه دیگه مشکل درست نشه. نگفتم مامان، ولی مشکلی پیش نمیاد. نگران نباش. بابا میخواد سخنرانی کنه. والا صبح تا حالا چشمم داره میپره. ایشالله که مشکلی پیش نمیاد. وزیر محترم، مهمانان گرامی و مهمانهای عزیزمون که از خارج از کشور اومدن. رستوران مال یادگاره. بهیه صدا تو ببر، ندونسته شر درست نکن. میگم خودش به حاجی گفت. گفتی حواسمون سر جاش نبود، داشتیم دیوونه بازی در می آوردیم. حالا چی شد؟ اگه واقعا گفته باشی چی؟ اگه اشتباه شنیده باشی تو چی؟ حالا حرف منو باور نکن جمال. من توی این قضیه رو در میارم. حالا میبینی. ای خدا. علی کجایی پس داداش؟ داره نامزد میکنه. آره. دیگه تموم شد علی. اینو بکن تو سرت. ببین مامان و بابات اینجان، کارت اینجاست. تا کی میخوای فرار کنی ها؟ عادت میکنی، چاره دیگه ای نداری. پس چرا همش ازم میپرسه کارم درسته یا نه؟ خوشحالم یا اینکه خوشحال نیستم؟ دخترن دیگه، اگه میتونستیم بفهمیمشون که وضعمون این نبود. من باهاش حرف میزنم. علی این جیلانه، ما با هم دیگه بزرگ شدیم. من اینو بهش مدیونم. میرم بهش میگم اگه مطمئن نیستی این کارو نکن. باشه، موفق باشیم. مامان میگم ببین اگه چیزیه که نمیشه. اصلا نشد نداریم. ببین من چه قولی بهت دادم. اما الماس، تو یه دوستی داشتی معزز خانوم؟ معزز؟ هنوزم دوست؟ خب اون یه نوام داشت که تو این کار حرفه‌ای بود. حرفه‌ای بود؟ آره دخترم، همه عینیا، همه فنری. چی کار کنی؟ زود بهش خبر بده. بگو یه مسئله‌ای پیش اومده بیاد اینجا. باشه. مامان همه چی تحت کنترل منه، اصلا نگران نباش. وای وای وای، دختر تازه متولد. وای خدا، مبارک باشه یاری جان. ممنونم. انشالله همیشه خوش باشی. ممنونم جون. یاره چند تا از دوستاتو دعوت کردی؟ میخوام اندازه مهمونه رو بدونم. 5 تا آبجی هاچیک. ما هم 9 نفریم. ماشاءالله. یارن جان، من تا ظهر کار دارم. کارای مراسم نامزدی، لباس، برنامه ریزی. بعد میریم سراغ تولد تو. باشه عزیز دلم. حالا عجله این نیست آبجی حسنه. این چه حرفیه؟ یارن عزیز دل ماست، عزیزمونه. بریم عمه، بریم. زیره سیاه رو بده. زیره سیاه کجاست؟ اینجاست. شوهر خانم، کارت دعوته ها؟ بیا پسرم. کجاست؟ شاهین آلتین داغ. بابت اینکه یکم دیر شد ازش معذرت خواهی کن. باشه من حلش میکنم، نگران نباش. شوهر خواهر، کیک یارن آماده است. من میرم زود برمیگردم. خیلی خوب، منم زور میام تولد نوام و بهش تبریک میگم. منم میخوام برم بیرون، اگه میخوای. بریم دیگه. البته تاج سر خانوم، اصلا نگران نباشید. باشه؟ روزتون خوش. میبینمتون. زود باشید. وای خدا. ای. چی میگفت؟
میگفت یه لباس قرمز خریده بهایالدین. مادر شوهره؟ آره معلوم نیست چی میگه یه لباس قرمز گرفته ولی بقیه حرفشو میپیچونه. ما که نمیدونیم رسمشون چیه. تو خودتو ناراحت نکن بقیهشو حل میکنم. چیه لباسو میخوای حل کنی؟ قرمزه که قرمز بهایالدین، ما هم همون جوری لباس میپوشیم. اون بهیه نیست. حسنا بها الان با ایمیسادی میخواست 2 ساعت حرف بزنه، بذار هرچی میخواد به هاچیک بگه. تو هم هیچ وقت نتونستی باش کنار بیای یا حسنا؟ آخه واسه چی کنار بیام؟ خونه یه آدم رو سرش خراب میکنه. این زبون مار داره. حسنا مال آقا شاهینه آره؟ جیوان شوهر خواهرم با آقا شاهین چی کار داره؟ تا دیروز که همدیگر رو نمیشناختن الان دم به دم میاد اونجا. میخواستم با هم کار کنم ولی نشد. چه کاری؟ کار دیگه در مورد رستوران بود. رستوران مگه چه کاری داره؟ بفرمایید کیکتون حاضره. ممنونم. خواهش ممنون. چیز خاصی نیست ولش کن. خسته نباشید. ممنون. روز بخیر. آبجیت داره چی کار میکنه؟ هیچی، دنبال کار یه لباس این چیزاست. مهمون برامون اومده، همه چی مونده برای روز آخر. آره دیگه میمونه. مهموناتون زیادن. اون دختر ایتالیایی اومد، یادگار اومد. آره یادگار رستورانم که اومد. آره تو رستوران بهایالدین چی کار داره؟ کار میکنه دیگه آبجی. دیگه چی؟ دیگه چی میخواستی باشه؟ یادت نمیاد. چی رو؟ هاچیک. اون روز که داشتیم خوش میگذروندیم آهنگ گوش میدادیم. آبجیت بهت نزدیک شد گفت هاچیک. چی گفت؟ دخترم مگه نگفت؟ مگه قرار نبود بیای کمکم کنی خونه رو تزیین کنیم؟ آبجی هاچی اومدم فرفری اومدم. خب دیگه بهتره بری آبجی. یه دقیقه وایسا. مگه نیومد پیش تو گفت هاچیک یه رازی مونده اونم رستورانمونه. بیا دیگه آبجی هاچی. اومدم عزیزم اومدم. آبجی بچه ها صدا میکنه. باشه برو تو به کارت برس، منم بعداً میام. استغفرالله ربی و اتوب نه زیپش بسته نمیشه. لج نکن دیگه حسنا، اون واسه تو کوچیکه. ببین چقدر عرق کردی دخترم. نه عمه این سایز من میشه ولی من وزن اصلیم این نیست. چاق شدین؟ آره موقع زایمان. همه این چاقیه به خاطر زایمانه. خدا بهتون ببخشدش. کی زایمان کردی؟ سال 89. عزیزم تو اینو بسته بندی کن. اضافه وزنی که این همه سال کم نشده الان میخواد کم بشه حسنا؟ کم میشه عمه. حالا که گفتن باید قرمز بپوشی منم میپوشم. اینا بیشترش برمه. تا فردا حواسم به خوردنم باشه به امید خدا تنم این میشه. اندازه میشه؟ اندازه میشه. آمادش کن عزیزم. معلومه که اندازه میشه. تو آمادش کن. من کلن ورم دارم. بعد اینم در نظر بگیرید که با نفخ ترکیب میشه. اینجوری رفته رفته باعث میشه چاق بشم. آمادش کن عزیزم. بودو یارم بودو ببینم. اومدن. داداش جیوان چی شده شاهزاده خانم؟ منتظر دوست داشتیم. آخه هیچ کس نمیاد. صبر کن پسرم، فعلا وقت داریم. مامان دیدی که نیومدن دیگه. میان گل من، میان دختر عزیزم. آره شاید ترافیکیه، شاید راه خونه رو پیدا نکردن. آره قبلا مامانه یکیشون زنگ زده بود. من الان زنگ میزنم ازش میپرسم. صبر کنید الان میگن که تو راهیمو داریم میایم اونجا. وایسا. آره الان زنگ میزنم.
ببین شاهزاده خانم، از 10 تا 1 برعکس میشمریم. به در نگاه کن. سر هر چی که بگی باید شرط میبندم. مامانت میاد میگه دارم میان. 10 9 8 7. ولی تا زمان شروع مهمونی باید خودمون خوش بگذرونیم. ما باشه؟ خوشتیب خان، با تو بازی میکنیم باشه؟ برو یکم برقص ببینم. آفرین فرفری آفرین. آبجی ببین دارم چی کار میکنم. 5 4 3 2. مامان مدرسه اردو برگزار کرده. رفتن اونجا. همشون؟ تو نمیدونستی؟ نه. حالا چی میشه؟ بسته دیگه دخترم، 5 دقیقه نشده که از مغازه اومدیم بیرون. اندازه 1 کیلو خیار سالادی خوردیم. من رژیم گرفتم عمه. تا فردا فقط سبزیجات میخورم. باشه معزز. ممنون خواهر جونم. همین امروز منتظری. خب اینم حل شد حسنا. تو به جیلان زنگ بزن دست دامادو بگیره با هم بیاد. دامادم باید بیاد؟ گفتم که باید بیاد دیگه. گشنش الماس مغزش کار نمیکنه. الو عارفه؟ مامان من جیلانم. جیلان خیلی خوب جیلان، اون قضیه حل شد. به نامزدت هم بگو. اسمش چی بود؟ تایلند. ها، با تایلند با هم بیایید باشه؟ ممنون مامان. قضیه حل شد. جیلان تایلند جان خودت گفتی میا. باشه، ولی چه نیازی به این کار بود آخه؟ تایلند گفتم میترسم دیگه. مامانت اینا اون همه مهمون دعوت کردن. خواهش میکنم تایلند. تایلند خیلی خوب باشه، میام. یارن جان، شاید وقتی اردوشون تموم شد بیان دخترم. به همه کارت دعوت دادی؟ به همه دادم. حتی برای بابام فرستادم. برای بابات؟ ولی به هم زنگ نزد. هنوز به دستش نرسیده. برسه زنگ میزنه. اون یادش نمیره. زود باش یادگار. آبجینا حاضرن منتظر تو هن. باشه اومدم آنچه. به جم دیگه. یادگار
دخترم بیا. خیلی خوب، کیک دخترمون آماده است. خب شمارم روشن کنی؟ یارن قول بده اول هدیه منو باز کنی یا عزیزم واسه اینکه نیومدن ناراحتی؟ آره ببین خانواده ما هم مثل اردو دور هم جمع شدن. کیک خامه‌ای هست، شیرینی هست، پیرشکی. مامان سالاد چون یارن من- اون طرفه. آره همین جوریش هم اعصابم خورده ها. حسنا این سیبا تو سفره چی کار میکنن ها؟ مال منن بهایالدین. رژیم گرفته. خب دیگه دخترم یاره شما تو فوت کن ببینی. فوت کن یاره. خب میشماری. 1 2 این دیگه کی؟ بذار ببینم داداش. آوای! یادگار خانوم بله منم. سلام آقا معلم. انشالله 120 ساله بشی یارن جان. اگه اجازه هست اومدیم تولد یارن رو جشن بگیریم. بله وای وای بفرمایید. این چه حرفیه، خوش اومدین. لطفا سر پا نمونین، بفرمایین داخل، کسی دیگه یم بفرمایید میاد. بفرمایید. برید دیگه بچه ها برید. ها چیک اینا بچن یا من از گشنگی توهم شناب کردم؟ چی بچه؟ ها سلام یاره. سلام داری. خوش سلام. اومدی. بفرمایید. سلام. خوش اومدی. سلام. سلام. حالا تمام نمیشن. این باید تموم نمیشن. تموم نمیشن دختر. سلام. 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 این شکل جوونی های منه، چیشه یه رنگ موهای بوی. عزیزم بازم هست؟ بریم تو شاهزاده خانم، مهمونی داره شروع میشه. بریم. دیگه کسی نیست؟ نه؟ بیایید. بفرمایید. وای داداش جیوان ممنون. خانم معلم یه نواز آب به من میدین؟ اینجوری که عرق کردین بهتون آب نمیدم، دارم میبینم از صبح تا حالا داری میدون. خانم معلم منم آب میخوام. همین حالا خوردی کل گندی. جیان دستمال کجا موند؟ اومدم ماما. جیلان لیوان ببین چقدر عرق کرده. همه این تا عرقش خوش بشه پیش شما بمونه، مواظبش باشیدا. برو عزیزم برو. خیلی خوب بچه‌ها صف بکشید ببینم. حالا هر نفر یه دونه از این لیوانا برمی‌داره. زود باشید. خدای من چه آب میوه ها اومدن. میوه ها اومدن. نوبتی بیاین بگیریم. مامان ببینین زینب با هم دوست صمیمی شدیم. کار خوبی کردین عزیزم. تو هم بیا. خاله من دستشویی دارم. بالاست پسرم بدو. عارفه کبریت بیار شما رو روشن کنی. خب من میارم. کجاست؟ آبجی حسنا کجا؟ من از کجا بدونم؟ ولی میخواستیم شما رو روشن کنیم. بیا اینو بگیر. اینم به برای دوستی. برو. از اینم برسه. آبجی. آبجی. آبجی بیا میخوایم کیک رو ببریم. از اون میخوری دیگه مگه نه؟ نمیخورم. خیلی خوب پس بیا سیب بخور. ای وای اینجا که 10 کیلو سیب بود. دارم میگم چیز دیگه ای به نخوردم. جای اینکه یه گونی سیب بخوری یه تیکه کیک بخور. جواب منو نده. بیا دیگه ماما.
نه 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 این رژیم به درد تو نمیخوره آبجی. بیاین کیک آماده است. اومدیم. جیوان ها. از من شماره گرفتی به مامان زینب زنگ زدی؟ آره زنگ زدم. جایی که اردو رفته بودنم پیدا کردی؟ آره. اون همه بچه رو چطوری جمع کردی و بردی؟ بذار اونم راز من باشه. بریم. بیا دیگه ماما. اومدم عزیزم اومدم. فوت کن دیگه، انشالله سالم و سلامت باشی. انشالله برای مادرت بچه خوبی باشی. انشالله عروس شدنش رو ببینی. انشالله عمه جون. هر کی یه چیزی میگه این گیر داده به عروسی. فرفری کجاست؟ انشالله 120 ساله بشی. فوت کن دیگه دخترم. تولد مبارک. تولدت مبارک. اسلام. همه اینجا رو نگاه کنه. به دوربین نگاه کنین به دوربین نگاه کنین. یونس بیا اینجا. خسته نباشین. چه خبر عارفه؟ چشممون به در خوش شد تا بیا هی. سلامتی رفیق، تو چه خبر؟ ولولت خونتون تموم شد عارفه. شنیدیم میگن یه اتوبوس بچه اومده بوده خونتون. راستشون تموم شد اما ولوله اصلی الان شروع میشه. چرا؟ دارن واسه عروسی آماده میشن. واقعا؟ همشون؟ باور کن. دارن تانگو یاد میگیرن، واز، چاچا. باور کن پسرم، من دیگه از هیچی تعجب نمی کنم. این که سوخته، چرا حواستون نبوده؟ کیکش خیلی خوشمزه بود نه صالحه؟ آره موزی بود. گفتی موزم توش داشت داره؟ کیکش هم شکلاتی بود ها؟ مغزشو میگی؟ تو اصلا نخوردی دخترم؟ نه عمه، فقط سیب خوردم. نزدیک بود درختش هم بخوری آبجی. جیلان دخترم نامزدت نمیاد؟ باید تا الان میومد، بذار بهش زنگ بزنم. من دیگه میرم رستوران اسلام. میموندی بهایالدین جان، پسر معزز خانم میخواد بیاد. بلکن تو رو خدا هست تو. بهایالدین جان، به جیلان قول دادیم نباید کم بیاریم. اسلام اونی جان. که میخواد بیاد اصولی یاد میده. یکی دو تا چیز یادمون میده، اصولش رو یاد بگیریم بسه. تو جلسم جیلان جان چه جوری بیام آخه؟ گفتم دیگه برام کار پیش اومد. عزیزم وسط جلسم نمیتونم بیام که. باشه تایلند، جلسات که تموم شد زنگ بزن. لازم نیست منتظر تایلند بمونی. چرا؟ نمیاد دیگه، حق داره بچه. منم باشم نمیاد. روز بخیر، با حسن خانم کار داشتم. بفرمایید. من ولکانم، نوه معزز خانم.
چقدر بزرگ شدی پسرم. صالح بیا ببین. بیا. خوش اومدی یه ذره پسرم. بچه بودی یا پسرم؟ چقدر خوشتیپ شدی. ماشاءالله. بیا تو پسرم بیا. متشکرم. برو. میخوای با اون پسر تنها بمونی؟ بهادین منظورت از تنها چیه؟ 2 تا عمه، من، جیلان، حاجیک، هر جوری حساب کنی 5 چه نفری. لزومی داره خواستها؟ چه لزومی داره؟ به خاطر درس دیگه. میخوای به تاج سر بگیم دخترمون نمیتونه، باباش از این قرتی بازی ها خوشش نمیاد داره؟ استغفر الله ربی و اتوب الیک. تو چی؟ من که کارم 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. من خوب بلدم. میگم اگه آماده اید بلند بشید شروع کنیم. با کی؟ جیلانو میگم. بیایید اینجا. اینجوری؟ آره؟ مگه تو رستوران کار نداشتی عزیز دلم؟ بهادین رستورانو میگم. گفتی میرم، از در رفتی بیرون ولی اومدی تو دوباره. نمیرم. بهادین اجازه میدی دستمو بذارم رو کمرت؟ آها. چای یا قهوه میخوری؟ نه ممنون نمیخوام. جیلان تو هم دستتو بذار رو شونم. اینطوری؟ ببینم بعدنم به ما یاد میدی دیگه پسرم. آره. عمه تو هم میخوای نامزد کنی؟ تو کاری به اونا نداشته باش پسرم، شروع کن. اول باید خودمون رو رها کنیم. ولی من یکم هول شدم. نگران نباش، من راهنماییت میکنم. فقط حواست به پاهات باشه. بهادین اونو کی داده؟ به نظر خودت کی داده؟ آبجی عرفه فراموشت نکرده. یه رنجان من دارم میرم باشه؟ شب میبینمت. باشه مامان. مامان بابام زنگ نزد. شب زنگ میزنه، یکم سرش شلوغه. یارن از تولدش راضیه. خیلی دیگه دوستم پیدا کرده. زینبو میگی؟ آره. جیوان ازت ممنونم. میگم صالحه چی میشد اگه ما هم الان جوون بودیم؟ تو عروسی چه بزن بکوبی میکرد. خوشحالی کردیم، چی شد حالا؟ جیلان جان خوب یاد بگیره. باید تو مراسم دهن تایت سر باز بمونه. باید خوب و درست انجام بدی. ولکان جان پاهاشو درست گذاشته دیگه. آره عزیزم تو هم خوب دقت کن عزیزم. پای راست دخترم راست. درسته خاله حسنا، درسته. نامزدت هم اینجوری انجامش میده. حواست به پاهات باشه. راست دخترم راست عزیزم.
وای ببخشید. مهم نیست مهم نیست. یه بار دیگه امتحان میکنم. خیلی خب دیگه بس پسرم، بس دیگه، یاد گرفت. بس دیگه، همین. بهاءالدین تازه شروع کرده بودن. بس عزیزم، بس. بهاءالدین آقا ولکان پسرم، دست درد نکنه. به خانم عزیزم سلام برسون. خواهش میکنم. جیوان پسرم حاضری؟ حاضرم شهرخوار. یادگار دخترم بیا. ولکام، تو هم با ما بیا. من خودم ماشین دارم. خوبه پس بریم. روز خوش. بریم. بهاءالدین بیا دخترم، همین الان یاد گرفتی، تا یادت نرفته تمرین کن. بیا چی کار میکنی؟ عزیز دلم، پاتو بذار اینجا، دستتم اینجا. زود باش عزیزم، زود باش. بسه مامان، راست یاد دخترم، گرفتم. راست عزیزم، راست چپ مامان میگم برگرد عقب، یاد برگرد عقب، برو دخترم، به چپ آبجی به حاجی. چپ. آفرین. ببین بدون چرخش نمیشه. ولکان اصلا اینجوری نگفت. بیا عزیزم، به چرخ به چرخ به چرخ. ببین اون اینجوری نکرد دخترم، اینجوری نکرد عزیزم. باشه این مهمه. دیگه مامان. مهم اینجاشه. این از کباب تیکه. کنارش هم پلوی بلغور داریم، غذای مخصوص اوستا یادگاره. نوش جونه. خسته نباشی. اومدی؟ وضع خونه چطوره؟ ببینم اوستا هم داره یاد میگیره؟ نه بابا، دستش درد نکنه. مربی خیلی قشنگ از خونه بیرون کرد. اوستاست دیگه. داداش ماهر. ممنونم داداش. روز خوش داده. روزت بخیر. میخوام تو مراسم نامزدی بپوشمش. واش من که چیزی نپرسیدم. علی تو چی میخوای بپوشی؟ خب راستش علی هم یه دست خریده، رنگش تیره است داداش. پاچه‌هاشو دادی درست کنه؟ آقا میشه 2 پارس دیگه از این برنج و بلغور برای ما بیاری؟ الان براتون ممنون. میارم. منم اینو ببرم. خسته نباشی آبجی بهیه. ممنون یادگار. خوش اومدی دخترم، چطوری؟ خوبم ممنون. کارای نامزدی تموم شد؟ دارن انجام میدن. ماشاءالله جشن سلطنتی گرفتن. کلی بریز و بپاش و تجملات دارن. بگذاریم. تو هم گردنبند قشنگ تو بنداز دیگه. نه بابا آبجی، چه گردنبندی، خیلی وقتی فروختمش. وا، چرا؟ واسه چی میخواستی باشه؟ از رو اجبار. شوهرت بهت نمیرسه؟ موقع طلاق چیزی نخواستم. خب مال و اموال دیگه ای نداری؟ یه جون دارم و 2 بچه آبجی، همین بستمه. خیر باشه آبجی. مگه نمک خوردی که از صبح همینطوری آب میخوری؟ چی شدی؟ میخوام ورم معده‌ام بخوابه هاچیک. تو مجله خوندم نوشته بود آب زیاد گیر بخورید. دادی که حتما این لباس تنت میشه ها. تنم میشه. به خودم قول دادم. آره بپوش، بذار چشم دشمنات کور بشه. آبجی بهیه همینجوری از صبح تا حالا میگه حسنا کجاست، حسنا کجاست، حسنا کجاست. چی میگه؟ چه میدونم. میگفت اون روزی که داشتیم خوش میگذروندیم تو یه چیزی گفتی. میپرسید منم اونو شنیدم یا نه. از این سالا دیگه. چی گفتم؟ نمیدونم. یادگار، رستوران، از این حرفا. ولش کن بابا، آبجی بهیه است دیگه. ای وای. آچیک تو ول کن، من میزو میچینم. نه آبجی میچینم دیگه. باشه. منم پیش خودم فکر میکردم ببینم چیزی بهت گفتم یا نه. اصلا چی گفتم؟ اون روز که خوش میگذروندی؟ آره همون موقع. والا منم نمیدونم. نمیدونی؟ نه آبجی، اصلا اگه آبجی بهیه نمیگفت که
اون از کجا فهمیده؟ اون فضوله دیگه. آره. مگه آبجی بهیه رو نمیشناسی؟ اونم درست نشنیده. نشنیده؟ ها. اومده بود از زبون من حرف بکشه. بی تربیت. ببین آچیک، دهن تو نباید باز کنی. واسه چی باز کنه؟ دم مراسم نامزدی آتو دست این زنک فتنه کار ندیم. این مسئله همینجا تموم میشه. تو نه چیزی شنیدی نه میدونی. همین. جیلان، علی تو اینجا چی کار داری؟ میخوام یه چیزی بهت بگم. ما با هم دیگه بزرگ شدیم جیلان. تو برای من خیلی مهمی. ولی دارم میبینم که ذهنت به هم ریخته. چی شده؟ اگه ناراحتی مسئله نامزدی رو میگم. اگه مطمئن نیستی وارد اون راه نشو. اینو بدون که مجبور نیستی اون کارو بکنی. جیلان، حدس میزدم اینجا باشی. خیر باشه. هیچی. ناراحت به نظر میایی. کی ناراحتت کرده؟ هیچ کس. از صبح دارم به وضع مامان و بابام نگاه میکنم. آدم بیشتر واسه این ازدواج میکنه که پدر و مادرش خوشحال بشن. وقتی قراره اونا ناراحت بشن دیگه معنی نداره. اونا که ناراحت نیستن، اما خوشحالم نیستن. میدونم که تایلانو دوست ندارن، فقط واسه اینکه من ناراحت نشم این کارا رو میکنن. جیلان جان، درسته که باید مادر و پدرت خوشحال باشن، ولی قبلش باید خودت خوشحال باشی. تو میخوای بری اون خونه، تو میخوای باهاش زندگی کنی، تو میخوای عمرتو اونجا بگذرونی. تو مطمئنی؟ خوشحال میشی؟ اول به اون فکر کن. میشم. چرا نشم؟ پس اونام خوشحال میشن. ناراحت نباش. عزیز دلم، خیلی دوست دارم.
بکش بالا بکش. بابجی دوختاش پاره میشنم بسه نمیشه. زود باش بکش. الان زیپش میشکنه آبجی. اون همه گشنگی کشیدم من دختر، پس چرا لاغر نشدم؟ نمیدونم، شاید فقط با غذا خوردن حل نمیشه. یکم باید عرق بریزی آبجی، مگه نه؟ نامزدی امروز دختر. خب چی کار میخوای بکنی؟ زود باش یه بار دیگه بکشش. و بازم؟ هر چقدر لازمه میکشیش. نفسمو حبس کردم. زود باش. دختر چرا زانو تو میذاری رو کمر من؟ بذار رو کمد دیگه. اونی که بسته نمیشه کمد نیست، سازی به توه. بیارش. با تو بذار رو کمد. تکون نخور دیگه آبجی. الان خفه میشم. آروم دختر. تکون نخور. خفه شدم دختر. یه لحظه وایسا. یکم آروم تر. آروم توفان زد. خیر باشه شوهر خواهر، صبح به این زودی کجا رفتی؟ مامان ببین بابا بزرگ برام لباس برای منم خریده. وای شوهر خواهر، چیزی نیست بابا، 2 تا دونه لباس دیگه. گفتم بچه‌ها خوشحال باشن. وای خدایا خجالتمون دادین. بچه‌ها برین تو سرما نمونین. بریم. صبح بخیر. ببین جیوان، من نشستم فکر کردم دیدم خیالم بابت مسئله گوشت راحت نیست. چی شده شوهر خواهر؟ شب میخوایم به مهمونا گوش بدیم دیگه بابا. دیروز نگاه کردم دیدم چقدر این گوشتا سفتن. این عوض میخوان جای سفت رو درست کنن بدن دستمونه. شوهر خواهر ببین من خیلی کار دارم. حالا که اومدی به عنوان دایی جیلان یه کمک چی کار کنم خب؟ حالا سر آشپز وایسا خوبه. شوهر خواهر جا به اون بزرگی آشپزش اجازه نمیده من برم وایسم اونجا. پسرم یه اتوبوس آدم داره از عین میاد اینجا. اینا از گوشت سر در میارن، از غذا سر در میارن. نمیشه بذاری به خاطر غذا پشت سرمون حرف بزنن. منم حلوا درست میکنم. نه دخترم تو خب بذار درست کنه. حالا که میخوایم بریم آشپزخونه یادگارم بیاد دیگه. باشه پس ببین گوشت رو سپردم به تو. باشه شوهر خواهر. ولی قبلش میریم یه جای دیگه. کجا؟ مامان این جایی که گرفتیم یه خدماتی داره که نگو. چی داره؟ سونایشو میگم. مامان انگار اونجا حموم بخار داره. کلی هم تمرین واسه یوگا انجام میدن. چند میگیرن حالا؟ گفتن با همون پول سالانه. اینطوری خیلی خوب میشه. عالی. این سوناش واسه عرق کردن واقعا عالیه. آره مادر شوهرت هم صدا میکنی؟ واسه سونا؟ مهمونش میکنیم. مگه فقط اون میتونه سالگرد بگیره مهمونمون کنه؟ ما هم این کارو انجام میدیم. مامان گوشیم کجاست آچیک؟ آره کجاست؟ 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 انشالله خوشبخت بشید و به پای هم پیر بشید. سالهای سال سلامت و با آرامش زندگی کنید. علی پسرم زود باشید گلا رو بشینید تو ماشین من. میخوایم ببریمشون به قصر. علی چشم بوسو من حلش میکنم. چی شده پسرم ها؟ چرا صورت تو همه؟ چیزی نیست دوستا. اینم از انعام بهاءالدین. گل فروشی گروه موسیقی. همونجور که گفتی همشون رو جدا کردم. بجنبید بچه تو قصد کلی کار داریم. بجنبید. خب دیگه تموم شد دوستا. آفرین پسرم. تاج سر خانم، ماساژ دارن، حموم دارن، خلاصه همه خدماتشون خوبه. بفرمایید مهمون ما باشید. ممنون حسنا خانم ولی لزومی نداره. تاج سر خانم، خونتون دعوتمون کردین اومدیم، شام دعوتمون کردین اومدیم، این بارم ما مهمونتون کنیم لطفاً. باشه عزیزم، اونجا میبینمتون. خب دیگه روز خوش. ببینم چی میگه. حلمه
جمع کنید بریم سونا. زود باشی. حسنا ما حال سونا رفتن داریم آخه. همین ساله دیگه سونا هم بره چی میشه؟ چیک منم میم حسنا. ماساژ داره، سونا داره، صفا میکنیم گلم. بریم عمه، بریم گلم. بریم. گفتم فقط 2 هفته میمونم و قرار بود کسی نفهمه که اومدم. من چی پس؟ با یه ساک کوچیک اومدم میگفتم آبجی حسنا رو پیدا میکنم امانتی رو میگیرم. خوب شد دیگه، همدیگه رو پیدا کردیم. اینو بپوش ببینم. فکر کنم بهت بیاد. جیبان حالا بپوش امتحان کن. خیلی خوب باشه. گلایی هستن که روی میز میچینیمشون. جیلان جان چی شده؟ اینا گلایی که من انتخاب کردم نیستن. من بابونه انتخاب کردم. از من اشتباهی شده. نه اشتباه نشده. من یادم رفت به شما بگم. مامانم واسه اینکه گل بابونه ارزونه گفت به جاش گل رز بذارن. حقم داشت. ببین چقدر اصالت دارن. تایلان، بابونه گل مورد علاقه منه. ولی عزیزم اینا هم خیلی قشنگه. نگاه کن. کاش از منم میپرسیدید. تو هم خیلی بزرگش کردی یا جیلان جان. میخواید که گل رو عوض کنی؟ نه نکنید، مشکلی نیست. پس بفرمایید ادامه ای کارو ببینید. تاج سر خانم توی یه مجله خوندم نوشته بود سونا آدمو لاغر میکنه. اون عرق حسنا خانم. آره منم همش ورمم. بازم نباید بیشتر از 5 تا 10 دقیقه تو سونا بمونی. تاج سر خانم راست میگه حسنا. از گرما هلاک شدیم. من میگم کم کم بریم بیرون. ها؟ وای من که دیگه میرم. وای خدا خدا خدا. وای بریم حسنا. عمه تو برو، من میمونم. واسه چی؟ یکم دیگه آب تو بدنم مونده. حسنا خانم. تاج سر خانم من الکی که این لباسا رو نپوشیدم. عرقم که تموم بشه میام. برید شما برید. عمه درو ببند، سرد شد. کتت خیلی قشنگه. انتخاب کی بود؟ به سلامتی بپوشش. ممنون. تو چی پس؟ نمیخوای چیزی بخری؟ نه من از لباسای تو خونه میپوشم. قبلا با جیلان خریده بودیم. خوشت نیومد؟ از اون لباسه؟ آره؟ خوشم اومد. خیلی هم خوشم اومد. یه چیزی پیدا میکنم میپوشم دیگه. ولش کن. نامزد قلابی. داداش به اوستا چی میخوای بگی؟ مراسم نامزدی یا اگه نه این مسئله بیخ پیدا میکنه. خیلی خوب بذار بیخ پیدا کنه. داداش شاید هم باید بیا یا نامزدی رو ببینی. ها؟ داداش بیام اونجا مثل چوب خوش وایسم چیکار؟ مثل چوب خوش نمیای که یکی هم با خودت میاری دیگه. اونجوری جلب توجه هم نمیکنی. اوه این مسئله هم تموم میشه میره. نمیشه. میای داداش، من خودم تو رو به زور میبرم. تو استاد هم میان. علی بله اوستا. حاضرین پسرم؟ تمام اوستا، فقط چند تا سبد مونده، چیزی نیست. خوبه. ماهر تو هم ماشین تو بیار، کارمال طول میکشه. شما هم برگردید رستوران. چشم اوستا، ما بقیه‌شون رو برمیداریم میایم. شما برید. بیا. بیا علی بیا.
عمه جان جیلان خوش اومدی دخترم. مامانم کجاست؟ نیم ساعت اون توه. یعنی چی؟ نمیاد بیرون دخترم. خیلی بهش گفتیم ولی گوش نکرد. از دست تو مامان. مامان حسنا صدا ما میشنوی؟ برو اون براشو بگیر دخترم، بازوشو بگیر. مامان بلند شو. زود ببریمش بیرون. گیر کرده بیرون نمیاد. بس که چاقه. ببین اینجوری. آی مامان، آی مامان، آی مامان. پاشو آی. پاشو دیگه. خوبی مامان؟ همه آب بدنم خوش شد. معلومه که خوش میشه دیگه. حسنا تاج سر خانم، تو رو خدا تو هم یه کمکی بکن. پاشو مامان بلند شو. آی خدا. پاشو عزیزم. بیا بیا اینجا. بگیرش دخترم، بیا مامان. بیارش دخترم. بیا عزیزم. بیا مامان جان. بگیرش. بیا ای خدا. چی شد؟ وای بام. پسرم شما گلا رو ببرید تو، من به آشپزخونه سر بزنم و بیام. باشه بابا. علی باشه اوستا حلش میکنم. زود باش علی، بیا دیگه. من همینجا میمونم. چی شده؟ چیزی نشده بابا، بده سنگینشو من میبرم. عارفه نه بابا خودم میبرم. من میبرم دیگه دختر. وای خدا. ای وای ای وای ای از دست تو مامان. نزدیک بود واسه اینکه این لباس اندازت بشه بمیری یا حسنا. آقای دکتر گفتم بذار یکم بمونم بعد بیام بیرون. میخواستین اونجا دیگه اردو بزنین حسنا خانم. گفتم نامزدی دخترمه، همه چی باید عالی باشه دیگه. حالت خوبه مامان جان؟ حسنا خانم خوبن. خدا را شکر. فقط فکر کنم پای شما یکم آسیب دیده. چی؟ ممکن عکس برداری بخواد. عکس برداری؟ هر چه زودتر از یه متخصص ارتوپد وقت بگیرید. اصلا نمیشه. شب نامزدی پسرمه. ای خدا. ببین چی شد؟ یه اتفاق پیش بینی نشده بود دیگه. آره. کجاش پیش بینی نشده بود خانم محترم؟ قشنگ پای منو گذاشتی لای در. آی تاج سر خانوم، شما دیگه چجور آدمایی هستین آخه؟ مگه تو عمرتون سونا نرفتین؟ ببینین تو روز نامزدی پسرم به چه روزی من انداختی؟ خب ما نمیدونستیم که. اگه نمیدونستین نباید میومدید سونا. تاج سر خانوم، هر چیزی یه راه و رسمی داره دیگه. برید بشینید تو خونتون.
تو خوبی مامان جون؟ تو رو خدا من از اینجا ببر پسرم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. بس دیگه. بذار کمکت کنم خاله تاج سر. وای ولم کن تو رو خدا دخترم. یعنی دستت درد ولم نکنه کن. کیلان، اونم تو روز نامزدی. تایلان اتفاق بود دیگه، مامانم از کجا مامان میدونه؟ تو میخواست لاغر بشه ولی مامان من هستی. تایلان خیلی خوب ولش کن دیگه، خودم میبرمش. آخه این کارا روز آخر انجام میدن حسنا. اگه من اینجا نبودم چی؟ نبودم چی؟ اومدی دیگه بهایالدین، خودتو رسوندی. پیش اون زنه معلوم نبود چی کارمون میکرد بهایالدین. می اومدم میام، ولی آخه چرا به خودت آسیب میزنی؟ چی شده اوستا؟ آبجی حسنات میخواست لاغر کنه. ای آروم. دیگه پاهام جون ندارم. خاله حسنا حواست باشه، مواظب ممنون باش. علی جان. نشستی؟ نشستم، سوار شدم بهایالدین. بریم. زود باش مامان، ببین خاله حسنا سوار شد. معلومه که اون سوار میشه، اون که چیزیش نشده. خاله تاج سر یکم تلاش کن دیگه. علی دست درد نکنه. آروم. خیلی خوب، شب میبینمت. جیلان اومدم بابا. بیا داداش، دست درد نکنه. بریم 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 دیگه. این دیگه چیه؟ ای خدا، طرف رو نگاه کن، انعام داده. چی؟ این تایلان ما هم داره داماد یه سری دهاتی میشه. ببینم تو چی گفتی؟ چی؟ تو به کی گفتی دهاتی ها؟ به تو چه؟ یعنی چی به تو چه؟ تو برو به کارت برس خواهر من. نمیرم، چی میخواد بشه ها؟ تو دیگه از کجا پیدات شد؟ های چی شده؟ بهش دست نزن مرتی که. آخه به تو چه ربطی داره؟ ببین منو دیگه به این دختر دست نمیزنی یا فهمیدی؟ دست بزنم چی میشه ها؟ باید معذرت خواهی کنیم مرتی که عوضی. چی شده؟ پدرتون دردش کن میگم. عارف چیکار میکنی؟ منو داره میزنی. دیوونه. چی میگی اینجا؟ عارف بس میکنی؟ باید معذرت خواهی کنی. فهمیدی؟ میگو غلط کردم. عارف بلش کن. حالا تو جا میارم. مامان تو همونه بکن. وایس عارف تو برو کنار. بیا اینجا ببینم. عارف تو نزدیک نشو، من خودم میدونم چی کارش کنم. عارفه یه لحظه وایسا دیگه. هر کی ندونه فکر میکنه ما هر روز میریم سونا حسنا. بهایالدین میخواستم وزن کم کنم دیگه. ولی خدایی خطر از بیخ گوشت گذشت حسنا. حسنا چیزیش نشد، کم مونده بود اون ذره بیچاره چلاق بشه. اونم حواسش رو جمع میکرد بابا. میتونه به همه مشورت بده. چه میدونم گلا باید اینجوری باشن، سونا باید اونطوری باشه. خب پس حواسش رو به پاشم جمع میکرد دیگه. بگذاریم تموم شد رفت، فقط دیگه اتفاق بدی نیفته. من میدونم چه جوری از دلشون در بیارم. حساب تو میرسم نشونت میدم. شما دیوونه شدید، برید دیگه. چی شده عارفه؟ به ما گفت دهاتی. دیگه میگیرم دهمه تو میارم پایین. آخه تو چی میگی مرتی که؟ علی بیا این طرف دیگه. بابا عارفه چند ساعت دیگه اینجا مراسم نامزدی برگزار میشه. واسه چی شماها دعوا میکنید؟ دایی برو دیگه عارفه. عارفه بیا. عارفه بیا دیگه. بریم دختر بریم. کن داداش بیا. ماهر ببینم تو خوبی؟ خوبم بابا خوبم. عارفه با موضوع. ببینم. ببخشید نفهمیدم. ببینم تو خوبی؟ من خوبم، دست درد نکنه. کاری نکردم میشه. از یادگار پرسیدم.
ای بابا بهیه. میگه من به جز اون گردنبند هیچی ندارم. اینا رستورانو بالا کشیدن جمال. اینو از کجا فهمیدی؟ ای بابا میگم حسن خودش گفت. من از زیر زبونشون بیرون میکشم، تو نگران نباش. امشب همه چی معلوم میشه. به هیچ وجه بهیه. امشب نامزدی دخترشه. یه وقت الو؟ مشکل درست نکنی ها. بفرمایید آقا نجات. دستتون درد نکنه آقا بهاءالدین. روز نامزدی رو برامون زهر کردین. آقا نجات خانم ما ناخواسته باعث یه اتفاق شده، ولی خب الان پای خانممو له کردین بس نبود، برادر زدم هم کتک زدین. کیو؟ کارکناتونو میگم آقا. تو پارکینگ به برادر زدم حمله کردن. نه حتما یه اشتباهی شده. آقا کارکنای من اصلا همچین کاری نمیکنن. امکان نداره آقا نجات. یکیشون عین پسر خودم میمونه، اون یکی هم که فهمیدم. باشه بلا بدون آقا نجات. روز خوش. علی پسرم چی شده؟ عارفه کجاست؟ گذاشتیمش خونه اوستا پیش داداش دیوانه. شما چی؟ یه مشکل کوچولو پیش اومد اوستا. نگران نباش روستا، جوابشونو دادیم. آفرین پسرم. اوستا بابا شما میخواید الان قاتل کنی داره؟ ما داریم جون میکنیم که تو روز نامزدی هیچ اتفاقی نیفته. اون وقت شما میرید برادرزاده این بابای دامادو میزنید. خب اونم بعد حرف زد اوستا. ساکت شو. آفرین به شما. قشنگ آبروی اوستاتون رو خریدید. آفرین آفرین. زود باش، زود باش بکش. نه آبجی نمیرسه. میرسه. شکم تو بده تو آبجی، بده تو. چجوری بکشم تو؟ دیگه شکمم چسبیده به کمرم. آی دیگه نمیتونم نفس بکشم. دخترم زور نزن الان میتره که. همه بدون زور زدن بسته نمیشه که. دخترم من برات پیرن مخمل آورده بودم. آره خیلی هم گشاده، راحت میتونی بپوشیش. هر چقدر میخوای میتونی بخوری. بیاد همینه بپوشم عمه. زود باش حاضری آبجی؟ زود باش عمه. بلند کن عمه، بلند کن. دارم میکشم. آره خوبه، دارم میکشم. وایسا، تکون نخور. وایسا. زود باش دیگه دختر. ول کنی. چی شد؟ بسته شد آبجی، بسته شد. بالاخره شد. چی؟ بسته شد. بسته شد آبجی. لباس تنم شد. بهت افتخار میکنم. عمه عزیزم. خب بریم بریم. بریم. یادگار جانم، حاضری دخترم؟ نه ملماس، الان میخوام لباس چیزی بپوشم. داری بپوشی؟ یه کاریش میکنم. چه کاری دختر؟ همه میخوان پیرهن بپوشن. بیا از جیلان لباس بگیری. نه عمه، من لباساشو دیدم تنم پس نمیره. میخوای چی کار کنی؟ ناراحت نشو دخترم، صالحه یه پیرهن مخمل دست نخورده داره. اگه چیزی پیدا نکردی خب میتونی اونو بپوشی. ای بابا. دوستش داری؟ نخواستم کسی جز تو بپوشدش.
خاطر من دعوا کرد. رسما حمله کرد به طرف. کی؟ یه بنده خدایی دیگه. اینکه یه نفر واسه اینکه تو رو نجات بده خودشو میندازه وسط، به نظرم خیلی عجیبه. تو هم وقتی بزرگ بشی تجربهش میکنی. با این چشایی که تو داری حتما زودتر از من تجربهش میکنی دختر جون. آبجی، اون بنده خودم شب میاد. حتما میاد دیگه. پس کنار هم بشینید دیگه. جیلان، باشه بابا، چیزی نگفتم که. براتی خط چشم بکشم؟ بکش. یارن جان، وای چقدر دخترم قشنگ شده. یه لحظه بیا جیلان جان، بابات باهات کار داره. باشه مامان جان. عزیزای من، بیاید ببینم. بیاین. مامان، این لباسه واسه تنگ نیست؟ ببین اینجاش کشیده شده، این واسه تنگه. نکشش دختر. باور کن. برو یه چیز دیگه بپوش، این خوب نیست مامان. حرف اضافه نزن عارفه، دمپایی میاد تو سرت ها. آخه تو رو خدای نگاه به خودت بکن، خوب نشده دیگه. ای بابا نگاه کن، مگه تنگ نیست ها؟ از چپ و راست داره میترکه. مامان اونو نپوش. از اینکه تو این روز خاص برای دختران جیلان و پسرم تایلان همه تو رو اینجا میبینم خیلی خوشبختم. بابا بیا. جیلان سخنرانیت آماده است؟ آره حاضره. همه چی حاضره جیلان جان. به قولی که بهت دادم عمل کردم. یه اتفاق کوچیک واسه تاج سرخانم افتاد ولی درستش میکنیم. انشالله یه مراسم نامزدی عالی میشه. انشالله. اینم بندازیم تمومه. این چیه بابا؟ اینو مادر شوهر مامان گلناز بهش داده بود موقع ازدواجش. اون موقع ازدواج ما دادش به مامانت. مامان این مال تو. یه روزی میاد که تو هم میدیشون به بچه هات. خوشبختیشون رو میبینی عزیز دلم. نمیخوام اون صورت قشنگ تو ناراحت ببینم. همیشه بخند. دختر عزیزم، تو نور چشم منی. این همه قصر هانندلر میکردم، واقعا هم جای خوبی ها. آره در شأن داداشم. خوبی؟ بهادین، همین که من این روزا رو دیدم، همین که واسه دخترم همچین نامزدی گرفتی، الان دیگه بمیرم هم ناراحت نمیشم. لباست خیلی بهت میاد. ممنون. استرس داری؟ یکم. جیلان تمام روز مضطرب بود. این نامزدی رو بگیریم تموم شه بره. شب بخیر جناب. شب بخیر. تاج سرخانم. مامان با هم سید کردی. عارفه. خدا لعنتت نکنه. میرم به بالا سر بزنم. عزیزم، یکم دیگه صدامون میکنن. حاضری؟ حاضرم. تو چی؟ حاضرم. یعنی معلومه که حاضرم.
پسرم ما داریم میریم، دیرمون شده. باشه بابا. علی مطمئنی؟ شما برید دیگه. به اوستا چی میخوای بگی؟ من حلش میکنم بابا، نگران نباش. شبت بخیر داداش. معرفی میکنم، نازلی. علی. نازلی دوست مجازیم. سلام. سلام نازلی. برو حاضر شو دیگه، میخوایم بریم جشن نامزدی. ماهر. نازلی هم میخواد بیاد. نازلی میاد داره. خیلی خوب، یه دقیقه بیا داخل. یه لحظه. تو داری چی کار میکنی؟ چی کار کنم؟ اینو آوردم بگی نامزدت، کسی بهت شک نکنه دیگه. داداش اگه امروز نیایی فردا میخوای جواب اوستا رو چی بدی ها؟ هیچی نمیام دیگه، برو. علی شما برید داداش، خوش بگذره. داداش این دخترم پا شده اومده، گفتم با هم میریم دیگه. من نمیام، ولم کنین. برید زود بشین، برو داداش. علی برو. علی شبتون بخیر. افتخار میدید منو همراهی کنید؟ همه کنار هم جمع شدی. ببین طرف کی بود؟ خب جوونا، شما حاضرین؟ حاضریم بابا جان. نجات، اونو یادت نره. جیلان جان، این مال توه. خیلی ممنونم. خوشبخت بشی. ممنونم ازتون. ببینم. خوبه، بهت میاد. ممنون. تایلان جان، ما آماده ایم. آقا بهایالدین حلقه ها رو که بده ما میندازیمشون. چطور؟ حلقه ها دیگه. شما میخواید بندازیدشون؟ آره، بابام میخواد بندازه دیگه، صحبت کردیم. نه نکردیم. مگه لزومی داره حالا جیلان جان؟ تایلان، بابام از صبح تا حالا داره واسه سخنرانیش تمرین بابای میکنه. منم همینطور. جیلان جان، تا جایی که میتونستیم تحملتون کردیم. دقیقاً. ما مهمونایی مهمی داریم. سخنرانی نجات هم آماده است. تموم. حلقه ها رو بابای من میندازه.
آفرین به تو حسنا. همون کاری که گفتی کردی. مراسم نامزدی عالی پیش رفت. درسته عمه. مراسم که تموم شه کله این در مورد ما حرف میزنه. آره یه اتوبوس مهمون از عین اومده. همینم در شأن مسابقه. آره عزیز دلم. الو علی هنوز راه نیفتادی؟ نه اوستا. خوبه حلقه رو تو رستوران جا گذاشتم مثلا زود اونا رو بردار بیار اینجا. حلقه نامزدی جیلان بابا. میز منو که میدونی کجاست. آره تو کشای اونه. زود بردار بیارش. اوستا معطل نکن پسر، معطل نکن. اصلا تو الان کجا موندی ها؟ زود باش پاشو بیا اینجا، پاشو بیا زود باش دیگه. کجا رو نگاه میکنی آبجی عارفه؟ هیچی بابا. میخواستم ببینم آشنا میبینم یا نه. مگه اونی که به خاطر دعوا کردم نمیخواست بیاد؟ چرا میخواست بیاد؟ پس کجاست؟ خوب شده؟ خوبه. کارتون تموم شد؟ تموم نشد ولی من زود اومدم اینجا. من از این کارا بلد نیستم. اوستا غذا حاضرن. دسر رو هم که امتحان کردید مشکلی نداره؟ مشکلی نداره اوستا، دستتون درد نکنه. شما هم دیگه برید یکم خوش بگذرونید. انشالله خواهرزادتون خوشبخت بشن. میدونی بعد اینکه اومدم استانبول یه بار برگشتم آنته. به من گفتن اصلا بر نگشت. چرا؟ برگشتم. سراغ تو رو گرفتم. گفتن شب نامزدیشه. چرا نیومدی؟ نیومدم دیگه. اخم نکن دیگه، بخم باشه. باشه. جیلان جان تو هم گیر دادی یا؟ گفتم که کلی مهمون مهم داریم. ما هم داریم. عزیزم همه فکر میکنن حلقه ها رو بابای من میخواد بندازه. بابای منم چند روزه داره تمرین میکنه که چی بگه. هیچ وقت همچین کاری نمیکرد ولی الان نشسته سخنرانی آماده کرد. جیلان ای بابا چرا متوجه نمیشی؟ میگم وزیر اومده، مهمون خارجی داریم. چی کار کنم آبروی بابامو ببرم؟ منظورت چیه ها؟ یعنی خانواده خودتو که میشناسی. ببین امروز تو سنت چی شد؟ بذار بابام حلقه ها رو بندازه بره دیگه. چرا لج میکنی؟
برادرای گرامی آنتپین و مهمونهای عینیمون بسیار خوش اومدین. و اینکه ما بهایالدین حاضری؟ حاضرم، منتظر حلقه ها. چه حلقه ای؟ با علی حرف زدم، حاضره. اما این بازی یه مشکلی پیش نیاد. پیش نمیاد عزیزم، پیش نمیاد. گلم تو چی گفتی ها؟ گفتی نامزدی عالی میشه. هر زحمتی که کشیدیم ارزشش داشت. همین که یه همچین روزی رو دیدیم دیگه بمیریم ناراحت نمیشیم. واسه خوشبختی دخترم بار دنیا رو به دوش بکشم بازم شده. بهایالدینم بیا. ای خدا. عارفه شب بخیر، چطوری؟ خوبم ممنون. سلام، من نازلیه. عارفه خوشبختم. میگم عارفه اینجا چقدر قشنگه، همه جاش نورانیه، خیلی قشنگ شده نه؟ خب حسنا، ارزش خستگیتو داشته. آره. ماشاءالله دخترتون رو به خوب کسایی دادید. دیگه هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنید. میگم دیگه رستورانم میدید به صاحب اصلیش، نه حسنا؟ چی؟ مگه با زبون خودت نگفتی؟ گفتی رستوران برای یادگاره. مهمونای عزیز، شبتون بخیر. شما اومدین اینجا که خوشحالیمون رو با ما شریک بشید. از همتون تشکر میکنم. ولی متاسفانه نامزدی به هم خورد. من و جیلان قبل از اینکه دیر بشه یه تصمیم گرفتیم. بابت اینکه ناراحتتون کردیم از همتون معذرت میخوایم. شبتون بخیر. جیلان؟ بریم. کجا؟ نمیدونم، فقط بریم.